تلگرام کانال پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که کارمندان پلیس شهر مسکو روز 1 سپتامبر سال 2022 باز دو زاده این منطقه واقع در شرق تاجیکستان اتابکوف محمدبک نیوزبیکوویچ و دلداربکوف منصور مردانوویچ را دستگیر کردند. هر دوی آنها اعضای فعال جمعیت زادگان پامیر در روسیه به شمار می رفتند. بنا به اطلاع پامیر دیلی نیوز، کارمندان پلیس مسکو بعد چند پرسجو منصور دلداربکوف را آزاد کردند، ولی درباره کجا بودن محمدبک اتابکوف و سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست نیست. نزدیکان اتابکوف برای رادیوی آزادی گفتند که کارمندان پلیس روسیه به خانه آنها همراه با دو نماینده مقامات حفظ حقوق تاجیکستان آمده بودند. آنها نگرانند که محمدبک اتابکوف را می توانند به تاجیکستان اخراج و استرداد کنند. به باوری نزدیکانش به حیات و آزادی او در تاجیکستان خطر تهدید می کند. بنا به اطلاع کانال پامیر دیلی نیوز، طی ماه‌های آخر تقریبا 20 نفر از زادگان بدخشان در روسیه بازداشت و سپس به تاجیکستان اخراج یا استرداد شدند. آخرین مورد از این شمار اخراج بلاگر پامیری مقصود غیاسوف بود که خبرش روز 7 آگوست نشر شد. هنوز در پایان سال 2021 روسیه ورزشگر معروف ورزش MMA از بدخشان چهارشنبه افرا و در اول ماه ینور سال 2020 یکی از رهبران غیر رسمی بدخشان امردین علویشوف را به مقامات تاجیکستان سپرد. ماه گذشته مقامات روسیه آرز وزیربیکوف، یکی از رهبران جمعیت زادگان بدخشان در روسیه و بلاگر زاده این ولایت رمزی وزیربیکوف، متخلص به رمزی شوگونوف را با وجود شهروندی روسیه داشتن هر دو نیز از روسیه به تاجیکستان فرستادند. چهارشنبه در تاجیکستان الکی به 8 سال و 6 ماه زندان و امردین علویشوف به 18 سال زندان محکوم شدند. تعقیب زادگان بدخشان در روسیه از جانب مقامات امنیتی و حفظ حقوق تاجیکستان بخصوص بعد تظاهرات اعتراضهایی که مهاجران بدخشان شام 25 نوامبر سال 2022 در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو دایر کردند افزایش یافت. ماه مای سال 2022 مقامات قدرتی تاجیکستان موج نو اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح‌های جنگی فرو نشاندند. به حساب سازمان ملل الکی در روزهای اول سرکوب اعتراضگران در شرق تاجیکستان حدود 40 نفر کشته شدند. در جریان سرکوب اعتراضهای پامیر و بعد آن حدود 200 نفر از ساکنان و زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود خود این ولایت و بیرون از آن از جمله در روسیه بازداشت شدند. در بین بازداشت شده‌ها اکثر لیدرهای غیر رسمی این منطقه مختار هم است که زبان و مذهب اکثر اهالیش از باقی ساکنان تاجیکستان فرق می‌کند.